صادقانه میگم دیگه آب از سر ما گذاشته. من خیلی وقت آقای خامنه‌ای رو دیگه نمیفهمم. من آدمیم که خیلی سعی میکنم آدم ها رو بفهمم. یعنی الان شما صحبت میکنید و تمام توجهم به این است که شما رو بفهمم، ولی سالهای زیادی هست که من آقای خامنه‌ای رو دیگه نمیفهمم. میدونید چرا؟ یکی از جهاتش این هست که آقای خامنه‌ای کلمات رو استفاده میکنه، اما با جسارت تمام تو چشم شما نگاه میکنه، کلمات رو به کار میبره و کلمات رو تهی از معنا میکنه. مثلا فرض کنید ایشون میگه که مردم ایران اینجوری هن. مردم ایران چقدر این تعبیر رو دارن ایشون، ولی نگاه میکنید ببینید که اونهایی که ایشون بهشون میگه مردم ایران فقط همونایی که نماز رو نمیان، طرفداران خودشن. مثلا فرض کنید که جوانان ما از جوانان سال 57 هم انقلابی تر هستن هم مسلمان تر. شما نگاه میکنید جوانان این کشور اینجوری هن. یعنی اون مشخصه که جوان که میگه جوانان مردم، جوانان ایران، منظورش از ایران گویا یه طیف خاصیه، وگرنه خب این که خیلی روشنه. وقتی